احمد شاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در 11 سنبله سال 1332 برابر با 2 سپتامبر سال 1953 میلادی در قریه جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد. پدر احمد شاه مسعود دگروال دوست محمد از افسران ارتش افغانستان در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه بود. پدر بزرگش یحیی خان یکی از بزرگان مردم پنجشیر به شمار میرفت که در دوران پادشاهی امان الله شاه با عنوان کارمند و مأمور رسمی دولت وظیفه خزانه‌دار نقدی را به عهده داشت. او همچنان در تشویق و جمع‌آوری مجاهدان و مبارزان از زادگاه خود یعنی وادی پنجشیر برای کسب استقلال از استعمار بریتانیا و سلطنت امان الله شاه شخص فعال و پرتحرک محسوب میشد. دگروال دوست محمد مانند بسیاری از افسران ارتش و کارمندان دولت در سالهای کار رسمی پس از هر چند سال محل کار و وظیفه‌اش تغییر می‌یافت و از یک ولایت به ولایت دیگر موظف می‌گردید. از این رو وی در سالهای کارش به حیث افسر ارتش یا صاحب منصب اردو در ولایت ننگرهار، بدخشان، بغلان، غزنی، هرات و کابل وظایف را به عهده داشته است. او در کنار کار در ارتش که مربوط به وزارت دفاع میشد، گاهی در وزارت داخله نیز وظایف رسمی را بر سر می‌رساند. آنچنان که او در هرات چندین سال در بخش وزارت داخله سمت فرماندهی یا قماندانی پلیس هرات را به عهده داشت. بنابراین احمد شاه مسعود همراه با پدر و خانواده به ولایت مختلف رفت و دوران کودکی و نوجوانی را در مکاتب و مدارس بیرون از زادگاهش سپری نمود. مسعود سالهای آغاز کودکی را در زادگاهش در پنجشیر گذراند. در 5 سالگی شامل صنف اول مکتب بازارک گردید. قبل از آن که صنف اول را به پایان برساند با خانواده به کابل رفت و در مکتب شاهد و شمشیرش شامل شد. اما اندک بعد پدرش در سمت قماندانی پلیس هرات به ولایت هرات رفت و احمد شاه مسعود صنوف دوم، سوم و چهارم را در مکتب موفق شهر هرات به درس و تعلیم ادامه داد. در همین جا بود که علوم دینی و مذهبی را نزد مدرس مدرسه جامعه هرات فرا گرفت. در پایان صنف چهارم با پدرش که از هرات به کابل تبدیل گردید، دوباره به شهر کابل بازگشت. دوران متوسط و لیسه را در لیسه استقلال کابل به پایان رساند و در سال 1352 با شرکت در آزمون کانکور وارد دانشگاه مهندسی پلیتکنیک کابل گردید. در نوجوانی علاقه زیاد به ادامه تحصیل در دانشگاه نظامی از خود نشان داد. اما با توسعه دوستان پدرش که دل ناخوش از نظام عسکری و نارضایتی از عدم کفاف معاش و شکایت از روزگار داشتن، تشویق به ادامه تحصیل در دانشکده پزشکی یا مهندسی گردید. زمانی که یکی از دوستان جوانش عمارت زیبای پلیتکنیک را نشان داد، علاقمندی ورودش را به آن دانشگاه کتمان نکرد و به این ترتیب وارد دانشکده مهندسی پلیتکنیک کابل گردید. همزمان با ورود به دانشکده مهندسی پلیتکنیک کابل در سال 1353 رسما عضویت نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفت و در تابستان سال 1354 رهبری مبارزه در نخستین قیام پنجشیر در برابر حکومت وقت را به عهده گرفت. قیام ناکام گشت و چند تن از همکاران مسعود از جمله شاه عبدال دستگیر و سپس اعدام شد. مسعود که تحت تعقیب دولت بود به پاکستان رفت. آن قیام را اشتباه محض خوانده و از همانجا راه خود را با گلبدین حکمتیان جلو با وقوع کودتای کمونیستی 7 سال سال 1357 و آغاز جهاد او به نورستان و کنر می‌رفت و با رهبری دسته کوچک مجاهدین عملاً در رهبری مبارزه علیه رژیم کمونیستی وابسته به شوروی شرکت می‌جوید. مسعود در جوزای سال 1358 در رأس یک قطعه از چریک‌های مجاهد نورستان وارد پنجشیر می‌گردد و در هفته سرطان سال 1358 اولین دسته منظم چریکی را در پنجشیر ایجاد می‌نماید. بعد از 3 سال نبرد با روس‌ها در سال 1361 در پی شکست کامل 6 تا هجوم گسترده ارتش اتحاد شوروی سابق در پنجشیر، فرمانده کل نظامی روس‌ها در افغانستان برای توافق آتش‌بس با احمد شاه مسعود وارد مذاکره گردید و بعد به مدت 2 سال این توافق به امضا می‌رسد. یعنی در سالهای 1982 که در واقع روس‌ها با این توافق مجاهدین را برای اولین بار به عنوان یک طرف سیاسی به رسمیت می‌شناختند. جنرال گرومو فرمانده 34 شوروی در افغانستان درباره این قرارداد می‌نویسد: مسعود از آرامش پدید آمده، یعنی آتش بس. مسعود از فرصت به دست آمده حد اکثر استفاده را کرده و به سازماندهی نیروهای مقاومت علیه اشغال افغانستان در خارج از دره پنجشیر اقدام می‌کند. در همین راستا با ایجاد شورای نظار، یکی از منظم‌ترین تشکیل‌های نظامی و چریکی علیه اشغال شوروی و مقابله با رژیم کمونیستی را پایه‌گذاری می‌نماید. شورای نظار در ابتدا متشکل از احزاب و گروه‌های مختلف در 9 ولایت شمالی افغانستان ایجاد می‌گردد. از سال 1358 تا سال 1367 8 حمله ارتش متجاوزین اتحاد شوروی سابق در پنجشیر به شکست کامل انجامید و به این ترتیب از سال 1367 و بعد پنجشیر همچون دژه تسخیر ناپذیر باقی می‌ماند. با دنبال خروج آخرین سرباز اتحاد شوروی از خاک افغانستان در تاریخ 13 میزان سال 1369 مطابق با 14 فوریه سال 1989 به ابتکار احمد شاه مسعود، شورای عالی فرماندهان ارشد جهاد افغانستان در شاه سلیم ولایت بدخشان به تاریخ 9 اکتبر سال 1990 دایر گردید.
در این اجلاس اکثرا فرماندهان معروف مجاهدین از جمله نماینده از امیر اسماعیل خان نیز حضور داشتند. فرماندهان در این نشست استراتژی مبارزه علیه رژیم کمونیستی افغانستان را تعیین می‌کردند. در پی برگزاری اجلاس شاه سلیم در اکراب سال 1369 لوید ریستیز پاکستان احمد شاه مسعود را با پاکستان دعوت می‌کند. بدین ترتیب احمد شاه مسعود سفر کوتاه به پاکستان انجام می‌دهد و در ضمن دیدار با مقامات پاکستان و سران مجاهدین مستقر در پاکستان استراتژی مستقل فرماندهان مجاهدین در مبارزه علیه رژیم کمونیستی را با اطلاع آنها می‌رساند و مواضع فرماندهان را در دیدارهای مختلف با آنها تعیین می‌نماید. فرمانده احمد شاه مسعود پس از سالها مقاومت در برابر اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق و جنگ با گروه طالبان در روز 18 سنبله سال 1380 برابر با 9 سپتامبر سال 2001 میلادی در اثر انفجار انتحاری دو مرد تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته شد. خبر کشته شدن این فرمانده مجاهدین که میتوانست به کاهش روحیه همرزمانش در جبهه ضد طالبان بیانجامد با چند روز تأخیر اعلام گردید. لوی جرگه اضطراری افغانستان که در پایان دولت موقت تشکیل شد با احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی و روز 18 سنبله مطابق با 9 سپتامبر سال روز ترور شدن وی در افغانستان یعنی روز شهید و رخصتی اعلام گردید. سفیر رسمی احمد شاه مسعود